که دعا میکنی به نشانه انرژی روشن میکنن که برآورده بشود. در همه مذاهب وجود داره. شما در مورد اسلام هم اطلاعاتی دارید؟ تا زیاد. مذاهب مختلف اسلام. بله، شیعی، سنی، علوی. میخواستم بگم که آیا میتونیم ارتدوکس رو در مسیحیت قرین یا مشابه سنت در اسلام بدونیم؟ اسلام سنت در اسلام. نه نمیتونیم؟ نه، چون سنت میدانی که سنت یک چیزی مانند کاتولیک هست. چون مذهب ابتدا با کاتولیک آغاز میشه. خب یعنی ببینید شما در ایران، من میدونم مردم ایران شیعه هست. شیعه یک دین کاملا ساختگی هست. شیعه وجود نداره. خب شیعه یک دینی هست که شاه اسماعیل صفوی به ایران آورد و خرافات را به ایران آورد. من مردم ایران را خیلی دوست دارم، ولی خب این دین کاملا ساختگی هست و دین اعتراضی بود. البته صفویان خیلی باهوش بودن، از این دین استفاده کردن، مردم ایران را متحد کردن و میدونید که صفویان بهترین خدمت را به ایران بعد از ترک اعراب از ایران، چه در دوره غزنویان چه در دوره سلجوقیان، فقط صفویان بود که موفق شد آبروی ایران را برگردانند، مرز بکشند. خب راستش سوال من این نبود که صفویان یا شیعه چه فایده‌ای برای ایران داشتن، فقط میخواستم بدونم که مذاهب اسلام مثل سنت، مثل شیعه، مثل حالا سنی، حنفی، شافعی، اینها آیا میشه معادلی در اونها رو در مسیحیت پیدا کرد؟ بله میگم اگر بخوای شیعه را مقایسه کنی با یک، خب شیعه مساوی با چیست؟ با پروتستان. با پروتستان. چون میدونی که شیعه سالها بعد از پیدایش اسلام به وجود آمد و پروتستان هم همچنین. چرا شما اینجوری؟ چون شما نادرشاه افشار را میشناسید. ببینیم به عنوان حکومت یا به عنوان عقیده نه، به عنوان حکومت. بله. عقیده نه، عقیده. ببینید انسان هایی که به عقیده شیعه رو مطلق نه حکومت شیعه بله حکومت. من چون گفتم صفویان که ببرم به حکومت. بی احترامی به عقاید دیگران کار افراد کوتاه. بله. هر کسی عقیده خودش داره و اگر من به عنوان یک انسان به اعتقادش یک نفر دوست داره گاو بپرسه، من باید به او احترام بذارم. خب این که با حرف قبلی شما تناقض داره. یعنی این که اگر ما بپذیریم که یک دینی ساختگی هست، خب هیچ دینی ساخته، همه دین ها ساخته شدن، در واقع الگوی همه ادیان جهان بر اساس اخلاق بوده. مسیحیت، یهودیت، اسلام، حتی دین مسیحیت هیچ خب پس سنت هم، اسلام سنت هم ساختگی دیگه، اختراع انسانه. 100%. شما اگه بخواید با مذهب بیشتر آشنا بشوید، مقاله Religion and Science آلبرت اینشتین را بخواید. اینشتین مسلماً این فرد خیلی از من و شما باهوشتر هست. او به خوبی بیان میکنه هیچ دینی از سمت خدا نیست، چون اگر خداوند سخن بگوید خودش را نقض کنه. ولی خب در تجربه های شهودی انسان میتونیم خدا رو پیدا بکنیم. تجربه های شخصی، عرفانی. خداوند اون موجودی که دین، همه دین ها از دین یهودیت به شما میگم، دین های ابراهامی که امروزه خیلی مدرن شدن، مانند یهودیت، مانند مسیحیت، مانند اسلام، درست، موجودی که به نام خداوند تعریف میکنند، کاملا مشخص است که ذهن انسانی آن موجود را آفریدن. بله. یک انسان بیکار را آفریدن که به وجود آوردن که منتظر است 10 تا چیز هست که دوست ندارد ما انجام بدهیم و یک محل آماده کرده پر از آتش که داره هم میزنه که بعد بریزه به حلق ما که اشتباه کردیم، که کاملا مسلم است. یک انسان آلبرت اینشتین هیچ وقت خدا را رد نمیکنه. میدونید چرا؟ آلبرت اینشتین یک جمله زیبا داره، همون اینشتین که ایرانیان میگن. آلبرت اینشتین میگوید نقض کردن موجودی که من نه تو دیدی، نه من دیدم، نه کسی خواهد دید، اشتباه است. و آلبرت اینشتین میاد در همون مقاله Religion and Science خداوند را در عالم هستی ثابت میکنند، ولی نه به عنوان موجودی که ما میشناسیم. درسته. به خاطر همین به شما میگم همه دین‌های جهان ساختگی هست. البته چون خدا را حقیر کردن. موجودی به نام خدا، موجودی به نام خدا یک آدم کینه‌جو نیست. دقیقاً. خدایی که مسیحیت گفت. ببینید امروزه ایرانیان، من خودم در یک خانواده ارتدوکس متولد شدم. من در اهل کشور روسیه هستم، نه گرجستان. در روسیه ما ارتدوکس داریم و امروزه مثلا مسلمانان جهان
برخی از مسلمان به خصوص در کشور ایران، چون تحت دیکتاتوری مذهبی هستن ایرانیان، از اسلام زده شد و فکر میکنن که مسیحیت دین زیبایی است. همین دین مسیحیت در قرون وسطا گوش زنان را در خیابان میبرید به علت بدحجابی. چرا به قرون وسطا برویم؟ من اگر بعدا دوست داشتید من در حال پیشتی گرفتن تاریخ هستم، تمام عمرم را صرف تحقیق. پس هم رشته من هستید. من برای شما عکس میفرستم از سال 1920 یعنی 90 سال پیش در کشور آمریکا در ساحل دامن خانم ها را متر می‌کردن. بله. به ماشین میانداختن. این کار الان در ایران انجام میشه. بله. یعنی همه دین ها بد هست دوستان. من هیچ وقت اسلام را توهین نکردم، من همه دین ها را رد میکنم به خاطر اینکه این دین ها کاملا مشخص از زایده ذهن یک انسان هست. چون خدا را حقیر کردن، نیکی را حقیر کردن، تبعیض اجتماعی، تبعیض نژادی از مذهب آغاز شد، نژاد پرستی از مذهب آغاز شد. بله. یک مسلمان مسیحی را کافر خواند، مسیحی مسلمان را کافر خواند، یهودی هیچ کس را قبول ندارد. اینها همش مذهب فساد ایجاد کرد. افراد بزرگی مانند سوکراتس که ایرانیان سقراط می‌خوانند، 500 سال پیش از میلاد مسیح اون موقع فقط دین یهودیت وجود داشت. آمد گفت این مسخره بازیه، چون میدونی که اسلام شباهت بسیار زیادی به یهودیت داره. سگ را نجس خواندن از یهودیت. بله، هر دو از ریشه‌های سامی گرفته شدن. بله. و سمیتیکن. بسیار شبیه به هم هستند به خاطر موقعیت جغرافیایی هم همچنین، حتی زبانی، و به خاطر همین شباهت بسیار زیاد داره. سگ را حرام خواندن، گوشت قسمت‌های از گوشت را نخوردن، خوک را همچنین، نه همه از یهودیت. حج، حجاب، همه چیز از کوشر یا همون حلال. بله. سوکراتس آمد و همون سقراط و گفت این مسخره بازیات چی است که شما میگویید که در کتاب یهودیان میگوید خداوند زمین را در 6 روز آفرید، 1 روز استراحت کرد. ببینید این زایده ذهن یک انسان هست که از کار خسته میشه. بله، اونها شنبه را تعطیل میکردن یهودیان. همین در اسلام هم آمده. من مدارکش را دارم، من نگفته صحبت نمی‌کنم. نام سوره هم در گوشیم سیو کردم و آیاتش به عربی که آنها میگویند خداوند جهان را در 6 روز آفرید که هر روزش معادل با 1000 سال هست. این بی‌سوادی کسی که آن را نوشته نشان میده. چون شما نگاه کنید این سیاره و این مجموعه میلیاردها سال عمر دارند. شما 6 روز فرض کنید ضرب در 1000 کنید، بالاترین رقم 1000، باز به 1 میلیارد سال هم نخواهد. اینها نقص است. در جای دیگر خود این کتاب خودش را نقص کرده. یک جا میگوید 6 روز، یک جای دیگه جمع کنه میشود 7 روز. درسته. اینها اشتباه هست دوستان. اینها نشان دهنده زایده شدن. ولی باز هم میگم من اینها را میدانم، ولی برای خودم میدانم. اگر کسی که مسلمان هست را بکشم، من میشم یک آدم بد و یک آدم حقیر. اعتقاد دیگران محترم است. متشکرم. حالا بعداً چون هم رشته من هستی، این مدارکش هم اگر خواستی برای تو میفرستم. سپاسگزارم. حتما. به من شمارم را برای